در تاجیکستان چند فایز نمازخوان است به فکر شما میدونید؟ 80%. برادر 80% باشد به قول مردم که توپیتون آسمان بپرتید 80% نیست برادر، بسیار کم است. سال 2012 یک دانشمند تاجیک شماریدند نماز جمعه های تاجیکستان. در تاجیکستان تقریبا 3000 تا نماز جمعه میخواندگی مسجد است. همیشه حساب کردن و 2 ضرب زدن. برای چی؟ جمعه خانه بعضیش فقط جمعه میبید خلاص 5 وقته نیست، فقط یک هفته بار جمعه میخواند تمام. خیلی آدمایی هم هست 5 وقت نماز نمیخواند، فقط جمعه میخواند. هست آدمایی که جمعه میخواند بامداد میخواند، هست آدمایی که 5 وقت میخواند، هست آدمایی که گاه میخواند گاه نمیخواند. لیکن نماز جمعه و آدم بسیار میبید همین نماز جمعه حساب کردن و اینا با 2 ضرب زدن که احتمال است که زنی همین آدم هم نمازخوان بوده. بعد حساب کردن 4% تاجیکستان نمازخوان بود سال 2012. 4% تاجیکستان نمازخوان. حاضر اگر رفت نمازخوان زیاد شده باشد و 10% برسیده باشد 90% آدمی بی نماز بود مذهب چی نمیفهمد، چون حالا نماز نخوانده سالی درباره نماز یگان چی گوش نکرده است. حتی در کانال امین یوتیوبش نواری دینی نمیبراید. برای چی؟ وای فقط نوارای دیگه چیز میبیند متعلق به دین نه. بنابراین اقل یوتیوب برای پیشنهاد نمیکنه و عموما درباره شریعت معلومات ندارد. چی در کارم خیلی مسئله ها برای مردم ما باید همون 90% نمازخوان کردن مداکا